اخیراً ایالات متحده آمریکا با بخش اظهارات گفت ثابت شده است که از خاک روسیه به شرق اوکراین موشک پرتاب شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تصویرهای ماهواره‌ای نشان می‌دهد که چند موشک از 11 کیلومتری داخل خاک روسیه به شرق اوکراین پرتاب شده است. اداره جاسوسی ملی آمریکا تصویرهای ماهواره‌ای را منتشر کرده است که آثار برجای مانده از نقطه پرتاب موشک‌ها و چقوری‌های به وجود آمده در زمین در شرق اوکراین را نمایش می‌دهد. تصویرهای یاد شده از پرتاب موشک‌ها بین روزهای 21 و 26 ایول پس از سرازیر شدن هواپیمای مسافربر مالایزیا در شرق اوکراین در تاریخ 17 ایول خبر می‌دهند. و حالا برای شرح این خبر و عکس‌ها به تحلیلگر سیاسی رادیوی آزادی گلن کیت مراجعت میکنم. جناب کیت همچنین متخصص فناوری‌های نوین است. گلن سلام و پیش از همه از شما خواهش میکنم نوارها عکس‌های به دست آمده را شرح بدهید. بله، حاضر ما شاهد آن هستیم که توپخانه روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. شاید این عمل خود به خود باعث تعجب نباشد، زیرا چندین ماه این جانب حکومت ایالات متحده آمریکا روسیه را با ارسال سلاح و مهمات به جدایی‌خواهان در اوکراین متهم می‌کرد. عکس‌های ماهواره‌ای از آن نقطه نظر جالبند که آتش از قلمرو روسیه کشاده شده است. بر علاوه میل توپ‌های روسیه به طرف اوکراین نگرانیده شده است. همچنان به قول رئیس اداره اکتشافی ایالات متحده آمریکا، در این عکس‌ها موقع واحدهای نظامی اوکراینی را می‌توان دید که مورد آتش توپخانه روسیه قرار گرفته است. با فکر شما حالا این اتهام خیلی جدی در بحران اوکراین و روسیه چی پیامد یا تأثیر داشته میتواند؟ حالا خیلی دشوار است بگویم که چیزی تغییر می‌یابد یا نه. آن چیزی که بر پایه این عکس‌ها واضح می‌شود این است که وضعیت بغرنج می‌گردد. در گذشته روسیه آشوبگران رو به مسکو را با آدم و سلاح تامین می‌کرد و حالا اگر ما به گفته رئیس اداره کشف ایالات متحده آمریکا باور کنیم، روسیه از موقع‌هایش از قلمرو روسیه نیروهای اوکراینی را در خاک اوکراین تیرباران می‌کند و این واقعاً عمیق رفت نزاع است. تشکر. گلن کیت، شارح سیاسی و متخصص فناوری‌های نوین در رادیوی آزادی.